نشر خبریست مستقیما روی موج رادیو موجر و تحولات آخرین امروزه تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. سلام و درود. امروز 17 نوامبر 2020 سال است. خبرها را از کراسنویارسک روسیه شروع میکنیم. در شهر کراسنویارسک یک شهروند تاجیکستان را که به دزدی منتظم از مغازه لباس‌های ورزشی گم‌آور دانسته می‌شود دستگیر کردند. خبر می‌دهد خدمات مطبوعات گواردیای ملی روسیه. معلوم گردیده است که کارمندان مقامات محافظه گواردیای روسیه در منطقه پس از رسیدن سیگنال بانگ خطر به نقطه مرکزانیده شده امنیت از یک مغازه شبکه‌های مول‌های ورزشی واقع در ناحیه سویتسکی شهر کراسنویارسک با گمان دزدی لباس‌های ورزشی یک زاده 22 ساله تاجیکستان را بازداشت کردند. با گفته یک کارمند خدمات نظارت مغازه، جوان گمانبر شونده کوشش کرده است که با یک مقدار لباس‌ها به پرداخت از خط خزینه گذرد. هنگام تماشای کامراهای داخلی معلوم شده است که جوان بازداشت شده با مال به اتاق لباسپوشی مغازه وارد شده به آن بیرون می‌گردد. از روی نوارهای داخلی این مغازه معین گردیده است که بازداشت شده این کار را بار اول نکرده است و در دوام 2 روز اشیاء زیاد را از مغازه سودای لباس‌های ورزشی بیرون برآورده است. همین طریق به گمانبر شونده در این جنایت میسر شده است که در دوام 2 روز از مغازه سودا یک مقدار لباس‌های مردانه ورزشی با ارزش 20,000 روبل را بیرون آورد. پس از معین کنی حالتهای جای داشته گمانبر را دستگیر و برای تفتیشات علاوگی و شعبه پلیس منطقه ارسال کردند. موضوع دیگر خبرها را ادامه می‌دهیم. دانشجویان تمام مؤسسه‌های تحصیلات عمومی کسبی و عالی روسیه امتحانات زمستانه در پیش ایستاده را طریق فاصله‌ای خواهند سپرد گفته است وزیر معارف و علمی فدراسیون روسیه والری فالکوف در جلسه شورای اتفاق رکتوران روسیه. خبر می‌دهد تاس امروز ما دانشجویان را اساساً در فرمت فاصله‌ای روانه می‌کنیم گفته است والری فالکوف. اینچنین قید شده است که برای جاری نمودن چاره‌های قطعی محدود کننده برای دانشگاه‌ها طلبات خاص وجود ندارد. همزمان تحصیلات آمیخته در دانشگاه‌های روسیه به کاهش دادن خطر سرایت کرونا ویروس مساعدت نخواهد کرد تاکید داشته است در جلسه شورای اتفاقیان رکتوران روسیه وزیر معارف و علمی این کشور والری فالکوف. وزیر معارف و علمی روسیه قید داشته است که از بس که دانشجویان حول فاصله‌ای تحصیل می‌کنند حضور معلمان در دانشگاه‌ها باید به طبع نظر از کم کرده شود. وزارت معارف و علمی روسیه پیشتر خبر داده بود که دانشجویان خارجی که الان بیرون از روسیه میباشند و بنا به بسته بودن مرزها وارد روسیه نگردیده‌اند میتوانند درس‌ها را طریق فاصله‌ای ادامه دهند. سپاریدن امتحانات دانشجویان خارجی نیز طریق فاصله‌ای برگزار خواهد شد. شکل تعلیم فاصله‌ای برای مکتب بچگان صنف‌های 6 تا 11 در مسکو تا 6 دکمبر سال 2020 تمدید کرده شد. در این باره در فرمان شهرداری مسکو که امروز سه‌شنبه 17 نوامبر صادر شده است آمده است. سرگئی سابیانین در شهر قرار خود اعلام کرده است که شماره گرفتاران کووید 19 روز از روز می‌افزاید. در دوام هفته اخیر 41,000 مسکوی‌ها با کووید 19 تشخیص شدند که نسبت به اول ماه اکتبر 1.5 برابر زیاد است. باوری دارم که این تدبیر یعنی تمدید تحصیلات فاصله‌ای برای مکتب بچگان سلامتی و حیات بسیار مسکوی‌ها را از جمله عائله و دوستان شما را نجات می‌دهد خلاصه کرده است رئیس شهر مسکو سرگئی سابیانین. مکتب بچگان صنف‌های 6 تا 11 از 19 اکتبر بعد تحصیل فاصله‌ای 2 هفته نگذشتند. بعدتر سرگئی سابیانین این روند را تا 8 نوامبر و سپس تا 22 نوامبر تمدید کرده بود. همزمان خوانندگان صنف‌های 1 تا 5 بعد از تعطیل به مکتب‌ها برگشتند و تحصیل را در رجای روزانه مقرری از سر گرفتند. غیر از این مؤسسه‌های تحصیلات علاوگی موقتا بسته شدند. حالا در مسکو تا 15 ینور یک قطار محدودیت جاری کرده شدند که در اساس قرار قبول گردیده برگزاری چهارمین کلون سال نو نیز منع گردیده. فعالیت مرکزهای خوراک عموم از ساعت 23 شب تا ساعت 6 صبح بازداشته شده است.
شما تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیویی موجه میشنوید. در روسیه میمونیم و ادامه میدیم. مسئولین مقامات روسپاتربنادزور درباره جاری کردن محدودیت‌های شدید در بعضی از منطقه‌های روسیه اظهار داشتند. رهبر مقامات روسپاتربنادزور روسیه آنا پوپووا در صحبت با خبرنگاران گفت که اگر مقامات منطقوی وضع را نظارت کنند امکان خواهد داشت که از قبول محدودیت‌های شدیدتر جلوگیری کرده شود. آنا پوپووا در جلسه پرزیدیوم شورای هماهنگسازی با مبارزه با پنجشنبه کرونا ویروس اظهارات خود را ارائه کرده است. تحولاتی که امروز جاری کرده می شود باید در تمام ساختارهای فدراسیون روسیه و در همه منطقه ها براه مانده شود، گفته است سردکتر سنتری روسیه و قید کرده است که این فرمان ها توسط مقامات روسپاتربنادزور و وزارت کارهای داخلی و البته از جانب ساختارها و شهرداری ها اجرا می شود. چون این حرکت امکان می دهد که رشد وضع را سوس کرده از اندیشیدن چاره‌های سخت‌تر جلوگیری کرد، تاکید کرده است آنا پوپووا. علاوه گردیده است که بیش از نصف بیماران گرفتار کرونا ویروس در دوام 24 ساعت اخیر معاینه کرده شدند که نشانه‌های کلینیکی ندارند و 41 از آنها با نشانه‌های کلینیکی بستری بیمارستان ها گردیدند. همچنین در روسیه حصه آدمان گرفتار بیماری شش دو طرفه در جامعه 17.7% را تشکیل می‌دهد. علاوه داشته است آنا پوپووا، رهبر مقامات روسپاتربنادزور روسیه. در پی زیاد گردیدن حالت‌های سیرویابی از کرونا ویروس امروز مقامات منطقه بوریات روسیه درباره جاری کردن چاره‌های محدودکننده برای 2 هفته خبر دادند. از 16 نوامبر تا 19 نوامبر سال روان در این منطقه کره طربخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها، آشخانه‌ها، مرکزهای دلخوشی شبانه و دیگر مؤسسه‌های خوراک عموم بازداشته شدند. ادامه خبرها و از روسیه به تاجیکستان می‌رویم. در ادامه خبرهای گرفتاری به کرونا ویروس در یک شبانه روز گذشته در تاجیکستان 40 حالت نو سیرویابی به کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده است که شماره عمومی همه حالت‌های آشکار کرده شده این سیرویابی در جمهوری از دوره 30 اپریل تا امروز یعنی 17 نوامبر سال روان به 11689 نفر می‌رسد. خبر می‌دهد آژانسی خاور با استناد به دفتر مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با اطلاع درج گردیده در خبر دوام شبانه روز اخیر 42 نفر از طبابت از بیمارخانه‌ها به خانه‌هایشان رخصت داده شده. در مجموع شماره شفای یافتگان از این بیماری در تاجیکستان به 11061 نفر برابر گردید. همچنین در مدت از 30 اپریل تا 17 نوامبر بر اثر این بیماری 85 نفر فوت دیدند. شما خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. قرب دلار ایالات متحده آمریکا میتواند در سال 2021 از حساب تهیه واکسن های نو ضد کرونا ویروس 20% کاهش یابد. چنین بها در گزارش شرکت آمریکایی سیتیگروپ داده شده است. اسعار آمریکا که در همه دادگرف‌های جهانی نقش کلیدی بازی می‌کند در همه حالات در صورت تغییر یافتنش به اقتصاد کشورهای سوسک ترقی کرده و یا در حال رشد تاثیرگذار است. از جمله در بلند و پست گردیدن قرب روبل روسی نیز این نقش کلان می‌بازد. در صورت پست گردیدن قرب رسمی دلار روبل روسی بالا خواهد رفت. میگویند اقتصاددان‌ها در صورت بالاروی روبل روسی حجم انتقال مبلغ‌های مهاجران مهنتی از روسیه می‌افزاید. این روند چرخه اقتصادی بعضی از کشورهای منطقه را با سمت سر در حرکت می‌دراند. روسیه که کشور مهاجر پرور شهروندان منطقه آسیای میانه شناخته می‌شود، اما سالا میزبان صدها هزار مهاجران می‌گردد. اما امسال بنا به شرایط کرونا ویروس سرحدهای روسیه پوشیده ماندند و مهاجران امکان ورود را به روسیه پیدا نکردند. در همین حال قرب دلار نسبت به روبل روسی در سطح 76.2 روبل باقی مانده است که 100 دلار ایالات متحده آمریکا به 7620 روبل برابر گردیده است. سامانه باشد در برابر روبل روسی چند روز است که رو به کاهش دارد. در حال حاضر طبق معلومات بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی بیشتر از 146 سامانی را در بر می‌گیرد.
بالارغ قرب روبل روسیه با زیاد گردیدن حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران تاجیکستان و ازبکستان، قرقیزستان و دیگر کشورهایی که شهروندانشان الحال برای مهاجرت کاری در روسیه قرار دارند سبب می‌گردد. از این رو مهاجران مهنتی در روسیه با پس شدن قرب دلار و زیاد گردیدن قرب روبل روسیه خوشبین هستند. آخرین تحولات روز را شما مستقیما در روی موج رادیو موجر شنیدید. سلامت باشید و در ساعت‌های بعدی با خبرهای دیگر